سلام بیننده ارجمند. برفی در تاجیکستان کاری خدمات عمومی از جمله نقلیات را بسیار سخت کرد و چند شهرهای کشور را بست. مردم نیز در کار و زندگی به سختی‌های زیاد دچار شدند. دون مرکز باید تازه باشد. اقلا ماشین نپرتاید. ماشین همین تا پا در پدال نمانده که ماشین میره و دیگر طرف. ای پشت یک ماشین 4-5 ماشین دیگه به این واقعا دچار میشن. برفی زیاد که در بعضی از مناطق تا به 20 سانتی متر رسیده است شهرهای خوجند دوشنبه را بست و سبب درماندن 100 ماشین در این راه شد. بنابر سرد شدن هوا تعطیل زمستانه مکتب و دانشگاه ها را برای 10 روز دیگر تمدید کردند. هواشناسان میگویند حرارت در کشور تا چند روز دیگر تا 17 درجه سرد خواهد شد. و برفی زیاد و شرایط نامناسب برای پرواز سبب تأخیر در پرواز هواپیماها از فرودگاه شهری دوشنبه شد. فرودگاه بین المللی پایتخت که تالارهای وسیع ندارد در تامین مسافران منتظر هواپیما با جای نشست و امکانات لازم به مشکل روبرو شده است. بود هوا را میفهمیم، نه که بود هوا ما میفهمیم، نه که می بچهای دشنه را باید دیگه ایروپورت رسیشون نکنه که نه یکم جایش نشست اقلا نیست کمیکه نداره ایروپورت. هواپیماهای سمت روسیه از فرودگاه دوشنبه بنابر تیرگی هوا با تأخیر پرواز میکنند و مقامات فرودگاه میگویند که با فراهم شدن شرایط هواپیماها بلافاصله پرواز معمولی را شروع خواهند کرد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند 2 جوان تاجیک از شهر کولاب در جنگ سوریه کشته شدند. نماینده ریاست امنیت ملی ولایت ختلان گفت که این جوانان در کنار شورشان با ضد نیروهای حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگیدند. طبق معلومات‌های دقیق سال 2013 شهروند حلیموف محمدالله سفرویچ سال تولدش 1989 زاده ناحیه موسیع گویا که در وقت جهاد در دولت سوریه فافدیده است. معلوم نیست که جوانان تاجیک از چه راهی به سوریه می روند، اما مقامات تخمین میکنند که 150 جوان تاجیک با بهانه جهاد به جنگ سوریه رفتند. مهاجرت زنان تاجیک به روسیه طی سال گذشته 16% افزوده است. آژانس دولتی آمار تاجیکستان روز دوشنبه با نشر آمار تازه گفت که حالا در روسیه بیشتر از 100,000 زنان و دختران تاجیک یا با همسر و یا با خانواده خود هستند و تعدادی هم تنها برای کار به آن کشور رفتند. آژانس آمار میگوید بیشتر از 40% بانوان تاجیک که به روسیه رفتند از 18 تا 29 سال دارند. با سرد شدن هوا و ریختن برف زیاد سیل گرگان گرسنه به روستاهای ناحیه مرزی و کوهستانی شوراباد نزدیک شدند و مردم از حمله احتمالی این جانوران به ترس افتادند. از جمله ساکنان جماعت سریچشمه و دره آب در شوراباد میگویند که هر بامداد سیل گرگان گرسنه را در نزدیکی خانه‌های خود مشاهده میکنند. و جزئیات این خبر و اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.